سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیرعلی تایگر ایکس شد هستم. خوش اومد به یه ویدیو خفن دیگه از چنل برو بریم به سراغ ویدیو. لتس گو. خب ما اومدیم با اتچمنت اسنایپر خفن خودم. اول ویدیو میبینید صدا ضعیف با این چیز از برنامه است. اولی میریم برای دیل که خیلی اتچمنت خفن داره. نارم میریم با هم دیگه تست میکنیم تا ببینیم. نگاه کنیم. خب این از دیل ما، این زیری ها رو هم نگاه کنید. این چیزا اسمش پریکا خیلی مهمه. الان این پریک مثلا یه چیز میگیری اسمش چیه، زوم میگیری اسمش یادم با استاک میگیری میره بالا، اینو بذاری صاف با میسه جا. این یکی هم برای مثلا کسی بوم انداخت دیگه با یه اولی نمیگیری. میریم برای لوکاس بهترین اسنایپر اتچمنتش نگاه خیلی خفنه، خیلی هم کار بردیم. فقط بری هیت فایر بزنی، این رنگ نداره. خب میریم برای توندرای که فقط هیت فایر وایسی این برای من تا اون سر من هیت فایر بزنی، فقط دو کنی کارو بگی اصلا که کارو بگی. خب میایم اینجا سراغ اچیار، اصلا فقط اسنایپ اچیار تمام. یه دونه پاش هم میزنی، ناخونش هم میزنی میره و بقیه دمیج میکنن. البته نه که چیز باشه اتچمنت های اسنایپر بعضی ما میبینیم بقیه دمیج میکنن کلش، ولی هر جایی رو بزنیم تمامه. میگیم برای بعدی. ویدیو چقدر کوتاه شد لام هستم. میگیم اینجا ببین اسمش چی بود؟ تو یادم رفت. اوتلا حاجی خیلی خوبه. هم از نظر تیری بگی تیرای بالایی داره، هم از نظر سرعت بگی بهتر. سرعت بین استرد به نظر من، هرچی هم که کوچیک هم هستش، ولی بعدیش اینه که بیشتر دمیج میکنه اوتلا. و آخری و 50% پلیرهای کالا، گوش کنید، 50% پلیرهای کالا نقطه ضعفشون گوش کنید. اینو بچین سریع هیت باید هر کاری بخوای ازش انجام بده. خیلی خوبه، خیلی خفنه، خیلی خفن. 50% این هم بچینی دیگه 60%، 70%. برید فقط با اینا رفقاتون رو بزنید. این پلیکار هم همش رو همین چیزا بذارید بزوز این چیزه تندره رو اینو بذارید. هم میتونید اون چیزا رو بذارید دیگه، اون این که بمبو نمیذاره ما رو بکشه. حالا بریم برای تستش اول اینجا بود دیگه. اینو میزنیم مپم اینجا برو بریم استارت. ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای ما رو، البته سابسکرایب کنید ولی مهمترین چیز زنگوله است. زنگوله رو که میزنی برادر، هر موقع من ویدیو گذاشتم میفهمی. آقا من یه چیزه نمیاد، چیز دیل نیومد، نه اونم میرم برای تست کنم، ولی بذار اول این زوم سریعشو نگاه کنید. یه دقیقه خیلی سریع زوم میگیره. نگاه بذار چند تا انمی بذارم. بابا خیلی خوبه اچیار. میام اچیار لوکاس. خیلی سریع و دمیج خوبی هم داره. خب بذار بریم حالا هیت فایرش رو شما نشون بدم چطوری انجام میخوره. فکر کنم هیت فایرش خوبه. بکن اینجا تو اونجا رو میره.
هدشات کرد. هیت فایر خیلی خوبی داره. حالا میریم برای اسنایپر بعدی. مثلا این برای هیت فایر دیگه داداش. یکم مهارت و شانس داشته باشید یه تیم میده اکتیویژن بلتون کنه. حالا نخور، تا حالا نخور. سرعتش هم بهتون نشون بده و این پشت اصلا سریع، خیلی سریعه. حالا من لوکاس سریع تره. خیلی اتچمنت خفنی هست. هرچی اسنایپر سریع هم داشتید اینا سریع تر میشه. دابل. خب میگیم برای اسنایپر سوم که میشه اسیاف. من اصلا اسیا رو دوست دارم دیگه. مرامی فکر کنم هیت فایرش اینقدر خوب باشه یا هست. هیت فایرش هم خوب. حاجی اسیا خیلی اصلا هیت فایر بد میزنه. یه دونه داری دومیش هم بزن دیگه. حاجی نه هیت فایر، این هیت فایرش عین اونا نیست. اونا خیلی خوب بوده ولی این هم سریعه. داری ریلود میکنه. بیا برو تو کوچه، بیا برو تو کوچه. بعضی موقع های چرا باش دارم. این همه این برای اصل کار که همش رو خوبه. اصلا صورت هیچ کنی به این نوشته. بره بایسته. بعدم سریع این بوکسر خیلی دوست دارم. صورتی آموشک صورتیت کامنتار رو شخم بزن. و یه ذرم بازیتون خوب باشه دیگه. همه رو باید هد بزنید یاشم. این البته زیاد دمیج میکنه الان. نه آجی خوبه. مثلا پا رو مثلا دیگه شما دیگه نباید پا رو کنید که هیت فایرش رو تست کنید. خوب آجی صاف میره ولی نمیدونم چرا نمیخوره. 9 تا هم تیر داره. خیلی هم عالی. آقا رفتی تیرشو 12 تا کردی بد شد نیایی بگی چرا اینطوری میزنه. حالا نمیدونم شاید 12 تا کنیم همین میزنه ولی دستگاهی نکنید اتچمنت رو. این ویدیو رو هم لایکاشو کنید. واه یه 50% اومد. سرعت بالایی داره. خدای سرعت خوبی داره. آجی چرا اینگه پینگم بده. یه دقیقه ببخش این همه نه خود خیلی بده. یه دقیقه هم یه بخش کنم دور شدی اکتیویژن هر نامه اکتیویژن ندید قابلات مشکل داره. مشکل هست. نگاه اصلا میزنم نمیخوره. از بیخوبم دیگه مشکل حل کردم. بیخوبم که نمیشه. هر ما پینگتون رفت بالا همراه اولی ها بابا دیگه شوخی نکن دیگه با هم. یه دونه دیس کنیم دازم بیاد حالت هوایی کنیم رو بذارید تمومه. این همه دیلم چون بریم تو رو خودتون دیلم تست کنم که دیگه اما اگر نمونه من برم برگردم با دیل برو بگیم آقا
برگشتیم با یه نفر رو پیدا کردم با شور بزنم تا دیارم بهتون شورم. نباید برای دیگه میگشتم برای دیگه گذاشتم. دیاله خوبه آب بذار من لگ خوشگل دارم. این چه سرعت خوبی داره کانای من. اسنایپر خیلی سرعت بالایی داره اصلا دوستاتون معرفی کنید دهنتون سرویس میکنه. فایر خوبی هم داشت شده یه 360 به ما نمیرسه داشت بدوی منو بخری بیا بنازه با نوکرم آدم با این حاجی میمیره من چرا لگم درست میشه. ای بد ای آدمه بگاه اصلا اومدش من لگ گرفتم یعنی چیز میزنیه اصلا هیت فایرش خیلی بی‌نظیره. هیت فایرش خیلی خوب دارم میزنم. یه دوئلی هم شد دیگه وسط معرف اتکشن ای بیشرف. آقا خواهان تنظیمات مولتی لایک کنن. یه تنظیمات خیلی خفنی هم داره مولتی که از دست بدی یه آره نزدیک هم اینطور لگ گرفتم خیلی نگاه کن رفت اسنایپر. آقا دیگه اینم و این بند خودم فهمید اسنایپر من خوبه. این چیزی که من گذاشتم این پلکایی که گذاشتم الان من نمردم اما من اینه دهنتون رو سرویس کنم اینو. ببین این دفعه دیگه برای 360 آماده صدا وای واجی این اصلا لگ میده به من اصلا نه حالا بذار بقیه رو روش امتحان کنیم دیگه. شاهکار 30 هجری خیلی بیشرفی کذابت. بعضی من چون سریع حساب عوض میکنم بده ولی یه لحظه خوبه دیگه چون یکی هم میبینید بعضی ها رو میبینید اسمشون اسمشی هم نقطه ضربشون همینه. وای اصلا نو اینجا اینم خوش بده چشای بنشید برام مشکله. بسیدونم پشم من فکر کردم 200 اون رو کنم یه صدایی دارم های خیلی هیت فایرش خوبه جونم کم بود من اینه نمیموردم البته برای این نذاشتم دیگه آره خیلی برای اینم بعد همون چیزایی بزنم پیدی کرده خیلی بدازی این دوتا پیک که من گذاشتم اصلا برای اسنایپر یعنی اصلا برای خیلی خوبه خدا خدا میزنی وای میریم برای بعدی مثلا کوشکا رو بیارم اصلا دیگه نمیتونه هیچ کاری کنه ولی سلطان دلها رو بردم اگه دیدی
تموم دیگه. اصلا این نمیذاریم یه ذره این ور اون ور شه، فقط میزنن، اینقدر میزننش. حاجی چی دیگه خوبی؟ من این دست به این نمیتونم اصلا ببازم، اصلا منطق میره زیر سوال هم بنده. من حواسم نبود. من دیدید من بزنم اصلا یه بایی رفتی بزنم. خب ببینم اصلا جون من نصف بودا، ولی اون پریکه بازم رو صفحه اومد. میگه آقا این بیشرف تو نجات داده. نگاه بذار ببینم این نقطه ضربش 50% گفتم، حالا با این حتما به 60%. وی فینیش نگیریم، لگ دارم نمیشه گرفت. اوچ داشت تو درد تو چیه اینو گذاشت؟ بیا من برم اصلا روش بیا. نمیرم دیگه، من بهتون میگم اینو، این پریکه رو بذارید بچه ها گون، این پریکه رو بذارید. این من یه اومدیم یه دیل معرفی کنیم ها دیگه بشنده بذاری بیریم ویدیو داره طولانی میشه. من دیل رو باز باید در بیارم، این فکر کنم همون چیزش دیل نستنه دقیقه. چی؟ میخوره شوخی نکن من دیگه، یه دونه زدی خندیدیم. سر نداره چرا اسنایپر، البته برای خودم ها، ولی نوک نداره. یک همه دیگه لگ گرفت اصلا. آی من نیستم دیگه همه رو کنه سرویس میکنه. وای دارم فشار میخورم از طریقه یه نوب سگی رو برادر من. الله اکبر. کمپ میکنی؟ بایستا شما هم میاد بله خوشیله. یه دقیقه برو امیرعلی، فقط برو امیرعلی، فقط برو. اوی تو رو جون مادرت با ما شوخی نکن. اکتیویژن جون مادرت ببین دارم میرسونم و تمام نشو. شوخی میکنی
رسونده بودم من وقت بود. این شعوره که شخصیت بیشرف. هی خدای اتچمنت ها خوبه. اینه یه ذره بیشرف. من میرفتم نزدیکش لگ میزد کنم. شارژم تمام شد. بذارم بریم حالا ما میاد. این دوئله به من چسبید و فشاری منو کرد. اسم کانال رو میخوام عوض کنم و چه خوشگل همین الان به ذهنم زد بذارم. امیدوارم ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید تا یه ویدیو دیگه. خدا حافظتون.